ورقه درست کنید. ورقه یه غذای شمالیه. خیلی وقتا دیدیم حال نداریم، حوصله نداریم غذایی درست کنید، ولی در هر صورت میخواین که تو سریع‌ترین تایم ممکن غذای درست کنید که خوشمزه هم باشه. ورقه اون غذایی که شما میتونید توی تایم کم و سریع آمادش کنید. مواد مورد نیاز برای ورقه بادمجون، تخم مرغ و ادویه هم زردچوبه، فلفل سیاه و نمک هستش. تابه رو گذاشتیم روی حرارت گرم شه، نمک و زردچوبه رو بهش اضافه میکنیم و تفتش میدیم. بعد از اضافه کردن ادویه بادمجون رو هم اضافه میکنیم. من یه نکته یادم رفت به شما بگم، بادمجون رو از قبل بذارید توی آب و نمک بمونه، به خاطر اینکه هم تلخیش رو میگیره، همین که این کار اگر بکنید باعث میشه که مقدار روغن کمتری حین پخت مصرف کنید. بادمجون وقتی رنگ طلایی گرفت دیگه باید تخم مرغ رو بهش اضافه کنیم. تخم مرغ رو که بین بادمجون پخش کردیم فلفل سیاه هم اضافه میکنیم. درش رو میبندیم چند دقیقه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما ورقه بادمجون گیلانی رو امتحان کنید. یه وقت آدم تایم کم داره، عجله داره، میخواد بره سر کار، میخواد بره مدرسه، میخواد بره بیرون، یه غذای سرهمبندی میخواد بکنه، یه غذای سبک میخواد بخوره، یه غذای فوری میخواد بخوره. خب تخم مرغ هم خسته شده اینقدر که حالا تخم مرغ سریع آماده کرده. خب چه کار میکنه؟ میاد ورقه بادمجون امتحان میکنه، درست میکنه. همین که یه غذایی به غذاهایی که بلدین اضافه میشه، همین که یه ذره طعم جدید رو تجربه میکنین، غذای خوشمزه تری، الان دیگه فقط تخم مرغ ساده درست نمیکنین، ولی بادمجون میزنید و میشه ورقه بادمجون و غذای خیلی خوشمزه هم هست. اصلا وقت نمیگیره برای آماده شدنش. تو کمترین تایم ممکن این غذا آماده میشه. شما میتونید کنار این غذای ساده گیلانی دوغ، ماست، اینجور چیزا رو سرو کنید. غذای ما آماده است. شما میتونید در کنار این غذا ماست و خیار و در کنار برنج و یا حتی نون غذا رو سرو کنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما کانال ما رو برای دوستاتون به اشتراک بذارید. خیلی خوشحال میشم اگه نظر داری، پیشنهاد داری، انتقاد داری کامنت بذارید. من همه پیام‌های شما رو میخونم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما اون زنگوله رو بزنید که برای غذای بعدی به شما اعلام کنه. دوستتون دارم.